میخوایم هر سه سوال آزمون 2 ساختمان داده رو با همدیگه حل بکنیم. سوال اولش اومده گفته مجموعی از اطلاعات اولویت دار داری. خب داخل دو تا صف با اولویت های مجزا ذخیره شدن. انگار دو تا صف داری. توی این دو تا صف خب اطلاعات مختلف با اولویت های مختلف با توش ذخیره شدن. گفته صف اولت اوردرد شده است و صف دومت هم آن اوردرد. صف اول که اوردرد شده است خب واقعا یه دونه پرایورتی کیو بوده دیگه، حتما دیگه. خب سورت شده بر اساس پرایورتی توش. و صف دوم پرایورتی بر اساس پرایورتی های سورت نشده، یه صفحه نامرتب نامنظمه، پس یه صفحه و یه صفحه معمولیه. میخوایم تمام اطلاعات رو بر اساس اولویت آنها از این دو صف استخراج و پردازش کنیم. بعد گفته توجه داشته باشه زیر ساخت دسترسی نداریم و فقط از اینترفیس ها میشه استفاده کرد. سه تا راهکار داری. بعد تو قسمت الفش اومده گفته چنانچه تعداد اطلاعات دو صف یکی باشه، یعنی اینکه مثلا از هر دو صف این تا اطلاعات داشته باشیم، این تا داده اولویت دار داشته باشیم، بیا بگو هزینه محاسباتی هر یک از این سه راهکار رو حساب کنین، شامل مرج و مثلا پرینت و اینا. مرج مثلا برای سورت شاید استفاده بشه. بعد گفته که آیا این زیر ساختی که استفاده کردی توی پیاده سازی صفا توی هزینه محاسباتی تاثیر داشته یا نه. ما وقتی داریم هزینه محاسباتی رو به دست میاریم در لابلاش به تاثیر همین زیر ساخت هم میپردازیم. اول بیایم یک کم بررسی بکنیم که اصلا چی میگه. میگه که صفا که اوردر شدن، صف اول اوردر شده است، صف دوم آن اوردره، بر اساس پرایورتی سورت نشده. توی قسمت اولین سولوشنی که به ما داده اینه که میایم دیتاهای صف اول رو وارد صف دوم نامنظم میکنیم و اطلاعات رو از صف دوم میخونیم و وقتی هم که اطلاعات رو ما داریم میخونیم انتظار داریم که بر اساس اولویت اونها، یعنی مثلا در این مثال که بخوایم خودمون بررسی کنیم، از بالاترین اولویت به پایین برای ما چاپ بکنه. یعنی بر اساس ماکسیمم پرایورتی ما میخوایم از بالا به پایین چاپ بکنیم. یعنی صف اول اولویت داره، مرتب شده است، اونو وارد یه صف نامرتب میکنیم. صف دوم بعد توی قسمت بی هم گفته که صف دوم رو میریزیم توی صف مرتب، پس باید صف اول بازم مرتب بمونه و بعد از صف اول هم میخونیم. بعد گفته که خواندن اطلاعات هم به صورت موازی از هر دو صف باشه. الان همه‌شو بررسی میکنیم. خب رویکرد معمولی که برای صف‌های اولویت‌دار یا پرایورتی کیوز ما داریم، استفاده از درخت هیپ که در این مثال چون گفتیم که ما مکسیمم رو هی داریم اکسترکت میکنیم، استفاده از مکس هیپ هستش. ولی باید توجه بکنیم که گفته صفحه دوم اون اوردره، یه پرایورتی کیویه که نامرتبه. خب دیگه اینو ما نمیتونیم توی مکس هیپ نشون بدیم دیگه، چون مکس هیپ خب هیپی وای شده، همه چی انجام شده روش و همه المنت ها مرتب شدن توش. ولی مثلا صفحه اول رو هم میتونیم به صورت یه دونه صفحه معمولی که فقط انگار سورت روش انجام شده در نظر بگیریم و هم مثل یه درخت در نظر بگیریم، درخت مکسیپ در نظر بگیریم و اینطوری انگاری به صورت مستقیم هم جواب قسمت ب که تاثیر زیر ساخت هستش رو داریم میدیم. خب توی این مثال این دوتا صف رو به ما دادن، یعنی به ما دو تا صف دادن، این صف اوله، این صف دومه، این مرتب شده، این مرتب نشده و اینا رو دادن، یعنی عملهای این کیو برای ما انجام شده. ما برای اینکه به یک هزینه پیچیدگی کمتری دست پیدا کنیم میام از یه صفی استفاده میکنیم که هزینه دی کیو کردن کمتر از ان کیو کردن باشه. یعنی مثلا الان این صفحه ما اگر 5 تا المنت داشته باشه، میگیم خب دی کیو کردن این اگه اینجا اول صف باشه اینجا آخر صف باشه، دیکیو کردن این اینه که فقط اینو پاپ کنی، انگار اینو فقط دیکیو بکنی بره. ولی اینجا اگه بخوای انکیو بکنی عنصری، مجبوری که این 5 تا عنصر یا ان تا عنصر رو به سمت چپ شیفت بدی و هزینه‌ای که متحمل میشه از مرتبه او ان. ولی دیکیو کردنش از مرتبه او 1 فقط پس میکنی. پس میایم از این استفاده میکنیم چون که خب این صفحه رو به ما دادن، از قبل آماده دادن. من اول میام دو تا صف دل بخواهی به طول 5 رو در نظر میگیرم. ساختمان داده ای که برای صف اول که اوردرد هستش استفاده میکنم این شکلی هستش. خب اینو به صورت انگار مثلا یه دونه لیست پیاده سازی کردم. اینجا اولشه، اینجا آخرشه، اینجا هد و تیلشه. 66 اولین عنصری هستش که دی کیو میشه و 4 هم آخرین عنصر. این الان مثلا به صورت یه دونه صفحه معمولی پیاده سازی کردنه، ولی میتونیم از مکسیپ هم استفاده بکنیم. ولی مکسیپ حالا میتونه کلی حالتهای مختلف داشته باشه.
این حالتها هم بر اساس زمان ورودشونه، ولی چون زمان ورود عنصرها رو نداده به ما اینا رو میایم به سطح دل بخواهی اینسرت میکنیم توی یه دونه درخت مکسیب. مثلا میگیم اول 66 اومده باشه، 66 میره روی روت. ولی مثلا اگه 13 اومده باشه بعد 66، خب باید هیپی فای انجام بشه از مرتبه چنده؟ لوگ ان. 66 میاد، بعد 13 میاد، 13 میاد چپش قرار میگیره، 8 میاد راستش قرار میگیره. الان 66 از هر دو عنصر 13 و 8 بزرگتره، 7 میاد میره به چپترین فرزند 7، اینجا میاد 4. یعنی الان این ordered priority queue رو ما داریم قشنگ به دو روش پیاده سازی میکنیم. ولی unordered چجوری باشه؟ unordered هم میگیم که یه دونه بازم صفه، چون گفته تعداد عناصر توی این دو تا صف یکیه، اینم 5 تایی میگیرم. اینو مثلا میگیرم 8، ولی چون با این 8 حالا قاطی نشه اینا میگم 8 پرایم. آخرین عنصرش هم میگیرم -4 مثلا. بعد برای حالتهای مختلفی که گفته من میخوام بدترین حالت رو معمولا حساب بکنم، میام حالا unordered کیوم حالا یه جورایی تغییر میدم که بدترین هزینه پیچیدگی رو داشته باشه. تو قسمت اول گفته که A وارد کردن اطلاعات صف اول مرتب در داخل صف دوم و خواندن اطلاعات از صف دوم. قسمت الف از همشون هم طولانی تره. خب این صف مرتبه، این صف نامرتبه. صف اول رو بریز توی صف دوم، مرتبا رو بریز توی این. الان چون ما استراتژی که از قبل انتخاب کردیم این استش که انکیو کردن از اینجا انجام میشه، از اینجا انجام میشه، خب به هزینه محاسباتی OAN برمیخوریم. ولی دیکیو راحت تره. دیکیو از اینجا دیکیو میکنیم، از اینجا انکیو میکنیم. دیکیو میشه OA1 از صف اول. ولی وقتی انکیو میکنیم، چون باید این ان تا عنصر دیگه که اینجا حالا مثلا 5 تاست، اینا رو باید به سمت چپ شیفت بدیم. پس این میشه برای یک عنصر OAN، برای عنصر بعدی مثلا میشه n به علاوه 1، برای عنصر بعدی 8 که 8 هستش میشه n به علاوه 2. چون که n به علاوه 2 تا عنصر رو باید شیفت بدیم، این یه دونه 5 تا رو باید شیفت بدیم به سمت چپ بازم با این 66 و 13 که تازه اضافه شده. بعد همینجوری میره همینجوری میره تا n به علاوه n که مثلا 2n میشه. 2n منهای 1 البته، n به علاوه n منهای 1. چرا؟ این 4 که آخریه باید 4 به علاوه 5 تا عنصر بازم بره به سمت چپ شیفت بخوره. خب اینم او 9 او n هستش، یا همون او 2n منهای 1 که بعد 4 بیاد توش قرار بگیره. بعد خب خیلی راحته دیگه، این n تا 2n منهای 1 که خب اینم مرتبه اجرایش خیلی واضحه که ON2 هستش. چرا؟ چون n جمله اول به علاوه جمله آخر یه دنباله حسابی هستش. ضرب در تعداد که میشه 2n منهای 1 منهای n که میشه n منهای 1 به علاوه 1 در n تقسیم بر 2 که میشه n2 ON2. پس در این روش فقط وارد کردن اطلاعات صفحه اول به صفحه دوم، حالا به صورت نامرتب دیگه، یعنی الان که ما صف جدیدی رو تشکیل دادیم، یه صفی شده به طول 2n که بخش اولش مرتبه، بخش دومش نامرتبه. هزینه ساخت این صف شده برای ما ON2. بعد گفته که بیا اطلاعات از صف دوم بخون. پس الان ما یه صفی داریم، باید اینا رو بخونیم. الان شاید مثلا بگید که ما میتونیم چیکار بکنیم؟ بیایم از insertion sort استفاده بکنیم، چون باید به صورت مرتب بدیم دیگه به خروجی. ما میدونیم که این سمت صورتی خب مرتبه، این سمت نامرتبه ها هم که این طرفه، هر دونه دونه عنصر رو میدیم به این طرف. ما الان میایم بازم بدترین حالت رو محاسبه میکنیم، میگیم که آقا این مثلا 8 پرایمه، به جای 8 پرایم یه عددی مثل 0 نشسته باشه. این 0 که نشسته اینجا توی این صفحه جدیدمون، این صفره باید بره به آخرین ته، یعنی باید n تا عنصر رو پیمایش بکنه. حالا بگیم که به ازای همه عنصرامون این توی صفحه آن اوردردمون، همه عنصرامون از صفحه اوردرد شدهمون کمتر باشن تا مجبور باشن که این n تا عنصر رو حتما پیمایش بکنن. یعنی الان مثلا اینجا 0 باشه، اینجا مثلا صفحه قبلی باشه، این صفره باید این انتا رو بگذره بیاد اینجا قرار بگیره. بعد اینجا الان میاد مثلا این صفره با این عدد مقایسه میشه، میبینید که بزرگترین جاشون عوض میشه، این جاشون عوض میشه، این جاشون عوض میشه، آخر سر میرسه به این خونه و توی این خونه قرار میگیره، چون دیگه از این کوچیکتر، از صفر کوچیکتر نیستش. برای تک تک عنصرها هم همین ON
تقریبا انجام میشه. مثلا اینجا باشه -3، -3 هم باید بیاد اینجا قرار بگیره، مثلا -4 هم باید بیاد این همه رو به پیمایه بیاد اینجا قرار بگیره. و چون این طرف ما n تا عنصر داریم و هر کدوم هم تقریبا با او n تا دارن انجام میشن، میشه او n2 برای اینستیشن سورتمون، برای اینکه اینو مرتب بکنیم، یعنی این طرف نامرتب این طرف مرتب بکنیم. بعد اینو باید به صورت مکس به مین تحویل بدیم، یعنی از مکسیموم بدیم بیرون برسیم به مینیموم آخر. ولی خب شما شاید بگید که بیاین از مرج سورت استفاده بکنیم. مرج سورت ان لوگ اینه و میگم که آره ما هم از همین استفاده میکنیم. و اینجا مثلا گفته دیگه خودشم گفته شامل ادغام و چاپ، همین هزینه ها رو داریم لحاظ میکنیم. پس اولین چیزی که ما فهمیدیم این شد که برای وارد کردن اطلاعات صفحه اول به صفحه دوم، به دلیل اینکه ما باید یه دونه NQ داشته باشیم تو صفحه دوم، ON2 شد دیگه، N تا ON شد. و حالا بگیم که از مرج سورت یا مثلا کویک سورت استفاده بکنیم، به صورت میانگینم ON log n شده، OLGN شده. یه دونم که ON2 داشتیم برای وارد کردن. خواندن چیه؟ خواندن همون ON هستش. چرا؟ چون که باید خب ما بخونیم دیگه، از یه دونه صف پرایوریتی مرتب شده داریم از اول تا آخر میخونیم دیگه، هر کدوم دیکیو کردنش یه دونه است، او یک n تا باید دیکیو بکنیم او n. پس الان مرتبه اجرای این میشه او n2 برای روش اول، که روش اول برای صفحه اولویت دار شماره یک از چی استفاده کرده؟ از یه صفحه معمولی. ولی الان بیاید در نظر بگیریم که از یک زیرساخت دیگری مثل چی؟ مکسیپ استفاده بکنه، یعنی این بالایی. ولی الان اگه بیاد از مکسیپ استفاده بکنه چه بلایی سر مرتبه محاسباتی میاد؟ این بلا میاد که تنها تغییری که ما داریم این هستش که ما اطلاعات رو با هزینه محاسباتی بیشتری وارد صف دوم میکنیم. صف دوم رو اگه اینجوری در نظر بگیریم، حالا به پیاده سازی صف هم بستگی داره دیگه چه جوری باشه. مثلا شما شاید صفی در نظر بگیرید که NQ کردن توش خیلی راحته، از همینجا NQ انجام میدید از سمت راست به چپ. ولی DQ کردن که میخوایم بکنید، اینو باید DQ بکنید که این الان هد صفمون هستش، باید همه بقیه عنصرها رو شما شیفت بدید به سمت چپ. اینجوری هم میشد در نظر گرفت. ولی به هر حال اینجا یه تفاوتی ایجاد میشه، اونم اینه که ما الان اینجا اگه توجه داشته باشید هر عنصر رو از صفحه اول با پیچیدگی O1 دیکیو میکردیم. ولی اگه از ساختمان داده مکسیپ استفاده بکنیم برای اکسترکت کردن ماکسیموم، اکسترکت کردن یعنی هم حذف بکنیم هم برداریم، یعنی هم حذف بکنیم هم بخونیم. لوگ ان مرتبه اجرایش. چرا؟ چون 66 شما حذف میکنید، آخرین عنصر آخرین بچه رو واردش میکنید، یعنی اینجا میشه روتمون میشه 4. اینو که شما حذف کردید تموم شد، میشه 4. بعد باید هیپیفای انجام بدید توی این مکسیپ. هیپیفای هم خیلی واضحه که مرتبه انجامش او لوگ ان تا صف مرتب بمونه، تا این لیستمون مرتب بمونه. پس اکسترکت کردن ماکسیموم توی اینجا لوگ اینه، یعنی هر بار که ما داریم ماکسیموم انجام میدیم انگار داریم لوگ ان تا هزینه متحمل میشیم. دقیق ترش اینه که بگیم که اولین عنصر رو که حالا من سریع بکشم، اینه که 66 ما اکسترکت میکنیم، وارد این میکنیم، یه لوگ ان تا از اینجا میخوره، بعد اینو باید وارد اینجا بکنیم، یه دونه او ان تا اینجا میخوره. بعدش این برای اولین عنصره. خب این برای DQ کردن، این برای NQ کردن، یه دونه از اینجا عنصر هست میشه به علاوه مثلا LG NMN هایی که دارم به صورت خیلی یکم دقیق تر حساب میکنم. بعد به علاوه شیفت دادن به علاوه یک تا اینجوری میره تا برسه به یک، یعنی که فقط یه دونه عنصر داره توی درختمون، اونو اکسترکت میکنیم. به علاوه اینه که اون دو NMN های یک تا عنصر رو شیفت بدیم به سمت چپ. اینو حالا به صورت تقریبی بخوایم حساب بکنیم، خب حالا اینو بخوایم حساب بکنیم، LGN رفته از LG1 تا 1 رسیده. خب بعد از LGN تا 1 رفتیم، هی داره انگار LGN این هی داره کم میشه، LGN NMN های 1 شده، NMN های 2 شده، فلان شده فلان شده. بعد اینا رو ما تبدیل میکنیم به ضرب n فاکتوریل میشه. حالا یه دونه دو تا عدد مهم نیستا، کلی دارم میگم. LG این فاکتوریل هم که تقریبا میشه n log n، که میشه همون تقریب استرلینگ دیگه.
به علاوه اندو هم که داریم از n تا 2n-ها یکم شد اندو. پس با هر دو به نتیجه میرسیم، ولی با مکس هیپ به دلیل این همون n log n یه مرتبه پیچیدگی بیشتری رو میگیریم، یعنی n log n اضافه شده. توی قسمت دوم به گفته وارد کردن اطلاعات از صفحه دوم به داخل صفحه اول. خب این چه جوریه؟ اینجا هم 2 تا رویکرد داریم، یکی اینکه صفحه اول رو مکس هیپ بگیریم، یا هم که صفحه اول رو به صورت یه دونه صفحه معمولی بگیریم. اگه صفحه معمولی بگیریم به این شکل میشه. اینجا نامرتب ما هستش، اینجا مرتب ما هستش. 5 تا عنصرمون رو میخوایم بریزیم به اینجا، ولی باید توجه داشته باشیم که باید به سطح مرتب بریزیم. الان میایم دوباره بدترین حالت رو در نظر میگیریم تا بیشترین پیچیدگی محاسباتی رو بگیریم، اونو اعلام بکنیم به عنوان پیچیدگی. خب این که الان سورت شده است از مکس به مین، این الان در نظر بگیریم 0 باشه، اینجا هم که 66 باشه و کمتر از 0 چیزی نداریم. اگه 0 بیاد اینجا یه دونه n تا به ما متحمل میکنه، باید چون که n تا ما شیفت بدیم. یعنی مثلا اگه 77 باشه چه جوریه؟ 77 باشه بازم همونه، فرق نداره، باید اینا رو ایتریت بکنه، چون که مثلا 77 میاد با یک مقایسه میشه، نمیتونه قرار بگیره که اینجا، چون کوچیک‌تره، چون بزرگتره. 77 باید بیاد بعد 66 قرار بگیره، چون مرتب شده است. میاد 77 اینجا قرار میگیره، بعد مثلا 90 هم باشه میاد همینجا قرار میگیره، دیگه نیاز اصلا به شیفت نیست، ولی بازم همونه مرتبه. n تا باید بریم پیمایش بکنیم. یا هم که باید خیلی کوچیک باشه، مثلا -3 باشه، -3 هم باشه بیاد اینجا، باید همه‌شو شیفت بدیم. پس هر کدوم تقریبا همه عنصرها تقریبا میشن او n تا، و چون n تا این طرف هم داریم ضرب در n بکنیم میشه او n2. DQ کردن که از این چقدر هزینه داره؟ یه دونه. NQ کردن از اینم در بدترین شرایط که خیلی زیاد باشه یا کم باشه، یا اصلا هر کدوم از اینا بازم او n. وارد کردن کلا به این صفحه هم که او n. ولی اگر بیایم ما از مکسیپ استفاده بکنیم، مثلا ما اینو داشتیم دیگه، اینسرت کردن توی صفحه با اولویت مکسیپ چقدر هستش؟ لوگ این هستش. یعنی میایم ما اینجا اینو اینسرت میکنیم، اینجا قرار میگیره، فقط باید الان با مرتبه 1 قرار میگیره، فقط باید الان یه دونه هیپی فای بکنیم، مرتبهش هم LGN. پس اینجا به جای ON2 رسیدیم به LGN. الان هم که قشنگ پاسخ این قسمت رو رو دادیم دیگه، زیر ساخت استفاده شده تاثیر داره یا نه، میگیم بله داره. اینم شد LGN برای وارد کردن. بعد حالا ما میگیم که الان با ON2 وارد صفحه معمولی 1 کردیم، با LGN هم وارد درخت کردیم. بعد این باید بیایم اطلاعات رو بخونیم. این که مرتب صفحه اوله، اینم که مرتب صفحه اوله. اینجا به علاوه ON میشه، چون که هر DQ یه دونه است، N تا DQ میکنیم ON تا. ولی اینجا الان هر DQ LGN تاست، چون این باید حذف بشه، آخرین والد آخرین فرزند باید بیاد قرار بگیره توی روت، بعد هیپیفای انجام بشه، میشه LGN. و این LGN میدونید که اینم داره هی تغییر میکنه، هی داره کمتر میشه، ولی میتونیم بگیریم هر کدومش رو LGN و توی مرتبه پیچیدگی تاثیر چندانی نداره. به علاوه N تا LGN این مرتبهش چه شد؟ این شد ONGL، اینم شد ON2. در این صورت تو قسمت آخر سی هم گفته خواندن اطلاعات به صورت موازی از هر دو صف، بعد گفته تا به مقایسه کننده در دست است. این چه جوریه؟ این میگه که دو تا صف داره دیگه، اینجوری. من الان این صف رو میگیرم مرتب شده، اینو میگم نامرتب شده، و برای اینکه داریم موازی داریم محاسبه میکنیم دیگه، برای اینکه به بدترین پیچیدگی زمانی برسم، اینو میام به صورت معکوس مرتب میکنم. یعنی مثلا اینجا رو میگیرم 190، اینجا میشه 100، مثلا 70، 160، 150، 140. 5 تا اینجا عنصر دارم، 5 تا هم اینجا عنصر دارم. 66، 13، 8، 7، 4. دو تا به دو تا مقایسه میکنم. از این میام میخونم، از اینم میام میخونم. اینو میدونم که مرتب نیستش، اینو ولی میدم مرتبه. یعنی اگه اینجا 66 باشه، خب دیگه 66 بالاترین اولویتی که هستش تو این صف داره، دیگه لازم نیست برم پایینی رو بگم. اینجا 66 میاد به عنوان نماینده، اینجا 140 میاد به عنوان نماینده. ولی در این صف نامرتب من نمیدونم که واقعا 140 بالاترین، 140 حالا از اینجا میتونسته از 66 بزرگتر باشه، ولی 140 من نمیدونم که آیا بالاترین اولویتی هستش که من دارم یا نه. ولی میدونم که
توی این لیست 66 بالاتر از همه است. حتی ممکن بود مثلا 66 از همه اینا بزرگتر باشه، از 140 هم بزرگتر باشه، ولی با این وجود باز من نمیتونستم با اطمینان بگم که 66 بزرگترین پرایوریتی رو داره، چون این صفحه نامرتبه، ممکنه عنصری باشه که پرایوریتیز از همشون بیشتر باشه. پس باید بیام ON تا برای مقایسه بذارم تا ماکسیموم رو توی این unordered priority queue محاسبه بکنم، پیدا بکنم. 66 میاد با 140 مقایسه میشه، بزرگتر 66 با 150 تا 66 تا آخر لیست، یعنی من ماکسیموم ترین رو گذاشتم تو آخرین لیست. مقایسه میشه 190 باید الان بیاد بیرون، 190 هست میشه. بعد او این منهای یک تا هم برای شیفت به پایین داریم که اینکه هست شد اینا بیان به پایین. پس کلا او ان تا برای این عنصر داشتیم، یعنی 190 رو بخوایم استخراج بکنیم او ان تا داشتیم، ان تا برای مقایسه پیدا کردن ماکسیموم، ان منهای یک تا برای آوردن به پایین، کلا او ان تا. بعد 66 هم حذف نمیشه، 66 بازم مونده، این حذف شد. 66 بازم با 140 مقایسه میشه، این بازم مطمئن نیستش، میاد بازم با آخر با 170 توی ته صفحه من از مقایسه میشه، حذف میشه. بازم تقریبا او انتا میریم، داره ان کم میشه، ولی کلا او انتا میریم جلو. و حتی وقتی هم که رسیدیم به یک بازم میگیم او انتا، چون توی مرتبه تاثیر نداره. درسته مثلا این اگه ان بود میشه ان منهای یک، اینم میشه ان منهای دو، بعد بالاخره به یه جایی میرسیم که این پیدا کردن ماکسیموم یکه، اینم مثلا یکه، اینجوری. ولی تو مرتبه که تاثیر نداره. پس برای n تا عنصر داریم و هر n تا عنصر هم با n تا ماکسیمومش پیدا میشه میره بالا. یعنی اینکه این عنصرها همشون باید این 66 همیشه منتظر میمونه، بعد 66 نهایتا با 140 مقایسه میشه و کل این unordered queue من خالی میشه. بعد نوبت این میرسه که دونه دونه این ordered لیستمو من بیام DQ بکنم، پس میشه او n2. ولی اینجا مثلا یه چیز دیگه هم هستش، میتونیم از مکس هیپ استفاده بکنیم که حالا اینجا به جاش یه درخت میذاریم، به جای اینجا یه درخت میذاریم که فقط اکسترکت ماکسیموم ازش لوگ ان هستش و اینجا هم تاثیر چندانی نداره، فقط یه دونه ان لوگ ان اضافه میشه. اونم وقتی هستش که ما تمام unordered لیستمون رو میایم خالی میکنیم و فقط ordered لیستمون باقی میمونه که n log n برای اکسترکت کردن تمام عنصرهای اون زمان ما صرف میکنیم. پس اون هم میشه او n2 به علاوه او n2 به خاطر تعداد عنصرهای این به علاوه او n log n که بازم میشه او n2. بعد گفتم آیا زیر ساختم مثلا تاثیر داره؟ بله، مثلا اگه هیپ فیبوناچی داشته باشیم، خب اونجا اینسرشن یکه ولی مثلا دیلیتیشن اونجا لاگ ان هستش. ولی مثلا تو مکس سی پی 5 یا مثلا بی اس تی عملهای اینسرت و دیلیت هم لاگ ان هستن. توی اون صفحه هم که دیدیم مثلا دی کیو اگه با صفحه معمولی پیاده بکنیم پرایورتی کیومون رو، دی کیوش میشه یک، ان کیوش میتونه باشه ان یا برعکس. سوال دوم گفته دنبالی از کاراکترها از یک جریان ورودی در حال دریافته. در جریان ورودی تنها کاراکترهای انگلیسی و کاراکترهای پارانتز باز بسته از شما خواسته شده که تا پس از اتمام این جریان کاراکترها محتوای اونها رو چاپ کنید. یعنی اینکه تو یه سری میدی از کاراکترهای انگلیسی با پارانتزا، بعد هیچی دیگه باید محتواش رو چاپ کنید. گفته الگوریتم با استفاده از پشته این کار رو انجام بده برای ما. گفته که محتوای داخل هر جفت پارانتز باید به سطح معکوس چاپ بشه. اینجا گفته دیگه مثلا کیو رو گذاشته توی پارانتز باز و بسته، برعکس چاپ شده، یعنی کیو رفته اینجا، یوش رفته اینجا، ای هم اومده اول. بعد گفته که متنم حتما با پارانتز باز شروع میشه و بر اساس بسته شدن آن اتمام ورودی مشخص میشه. بعد گفته پارانتزها میتونن تو در تو باشن و مثلا اگه چندین تا پارانتز داشته باشیم، مثلا دو تا پارانتز داشته باشیم، خب معکوس هم میشه خودش. اینجا هم چند تا مثال زده، مثالای ساده زده، چون اگه مثلا به صورت کد بخوایم اینو پیاده سازی بکنیم یک ذره سخته که بعداً به اون میپردازیم چرا این سخته، ولی اینا رو میشه به راحتی با کد پیاده سازی هم کرد. مثلا دیتا رو اینجا به ما داده، میبینید که دو تا پارانتز داره انگاری این استراکچر، بعد همینجا ثابت مونده، خودش مونده، ولی مثلا دیتا و آر ای برعکس شدن، یا مثلا اینجا دو تا پارانتز داشته خود استک مونده. اول بیایم ببینیم که این الگوریتم رو چجوری میتونیم پیاده سازی بکنیم. خب خیلی واضح هستش که مثلا ما وقتی یک سری از حروف رو میایم از سمت
چپ به راست داریم میدیم دیگه. اول کیو رو میدیم، بعد یو رو میدیم، بدون یه دونه استک اینا رو توش پوش میکنیم. هنگام اکسترکت کردن، خب هنگام پاپ کردن اینا رو به صورت وارون میگیریم، ای یو کیو، که دقیقا همون چیزی هستش که اول دیدیم. ولی این اینجوریه که ما میتونیم پارانتزهای تو در تو هم داشته باشیم. اون رو باید براش چه فکری بکنیم. خب الگوریتم‌ها میتونن متفاوت باشن. چیزی که به ذهن من خودم اومد این بود که یه دونه استک داریم و به ازای هر پارانتز من میام یک استک درست میکنم داخل یک استک، یعنی به صورت ریکرسیو میام یه دونه پشته در پشته درست میکنم. الان اولین مثلا میخوایم برای مثال دیتا استراکچرمون در نظر بگیریم، یه دونه من پشته دارم به ازای اولین پارانتز پشت دی، این به خاطر این اولین پارانتز هستش. بعد به ازای هر حروفی که دیدم بجز پارانتزا میام آلفابت رو توش پوش میکنم، یعنی دی رو پوش میکنم، ای رو پوش میکنم، تی رو پوش میکنم، ای رو پوش میکنم. بعد الان من یک پارانتز تازه دیدم، به خاطر اینکه یک پارانتز تازه دیدم یک پشته دیگر درست میکنم داخل این پشته، به صورت بازگشته انگار دارم اون فانکشنر رو دوباره کال میکنم. بعد این به ازای این پارانتز دومی هستش. بعد استراکچر رو همینجوری قرار میدم تا زمانی که برسم به پارانتز بسته. وقتی رسیدم به پارانتز بسته، الگوریتم من باید تمام محتوای این پشته سبزم رو پاپ بکنه و به خروجی تحویل بده. خروجی اینجا کجاست؟ خروجی دقیقاً همین پشته‌ای هستش که این پشته سبز رو در بر گرفته. یعنی بعد رسیدن به پارانتز بسته میام این پشته رو محتواشو پاپ میکنم اینجا، میشه U T C U R T S. بعد بازم آ رو ای رو دارم، آ رو ای رو دارم. بعد میرسم به پارانتز بسته باز. بعد الان این پارانتز بسته هم برای اینه دیگه، این پارانتز باز اولی است. بعد الان این محتوای پشته رو به صورت کامل میام پاپ میکنم و میشه خروجیم ای آر، بعد میشه اس تی، همین میشه دیگه ای آر اس تی آر یو سی تی یو، بعد اینجا میشه ای تی ای دی که دقیقا همون خروجی هستش که انتظار داشتم و این الگوریتم این کار هستش. یعنی هر وقت پارانتز باز دیدم یه پشته تازه میسازم. مثلا اینجا داریم حرفا رو میگیریم، یه پارانتز باز دیگه دیدم، یه پشته دیگه میگیرم، یه پارانتز باز دیگه دیدم، یه بس. ولی پیاده سازی این روش که الان میبینی کلی پارانتز داریم به صورت ویژوال و شبه کد راحته، ولی به صورت کد یکم دشواری‌های خودشو داره. اونم توی اسکیپ نامبری هستش که ما میخوایم داشته باشیم که حالا توی کد بهش یه گریزی میزنیم. الان توی این برنامه‌ای که من نوشتم دیتا استراکچر بزنم به من همون خروجی رو میده، یا یه بار دیگه مثلا به ازای کیو بزنم همون خروجی رو به من میده، یا به ازای مثلا استک بزنم همون خودش رو به من میده. کدش هم این هستش. و وقتی اینورس رو روی این سیکونس فراخوانی میکنم به من اینورت شده این سیکونس رو میده طبق اون الگوریتمی که مد نظر سوال هستش. پس روش کارش خیلی راحته. اینه که خب همه متن‌ها با یه پارانتز شروع میشن، پس وقتی پارانتز دیدیم یه استک درست میکنیم. بعد وقتی پارانتز بسته دیدیم اون استکی که داریم، یعنی اون استکی که الان درونش هستیم رو به صورت کامل پاپ میکنیم و اون ورودی رو قرار میدیم توی قبلی، خروجی قبلی. وقتی همین تموم شد اینو مثلا وقتی والد تموم شد این پشت والد خروجی رو نمایش میدیم. اینجوری خروجی ها رو به صورت ریکرسیو برمیگردونیم. خب الان میخوایم کد C++ش رو بررسی بکنیم. اول میایم یه دونه استرینگ میگیریم، بعد اونو روی سیکونس فراخوانی میکنیم. اگر در نظر بگیریم که ما پارانتزهای تو در تو نداریم خیلی کار راحت برای اون هستش. اینجوری هستش که ما میایم از اول تا آخر سیکونسمون ایتریت میکنیم. من اومدم نوشتم انتهای از یک، یعنی پارانتز اولیه رو در نظر نگیر، چون اگه پارانتز نبود که نمیومد اینجا، اگه پارانتز هستش اومده اینجا. پارانتز رو در نظر نگیر و بیا بعد اون رو بگیر. میگم که اگر سیکونسی که به من داده شده، اینو حالا بررسی نمی‌کنم بعدم، اینو برای حالتی هستش که پارانتزهای تو در تو نداریم. اگر سیکونس من شماره آیام من پارانتز بسته بود چیکار بکن؟ بیا استک رو خالی بکن و وقتی استک رو خالی میکنی اون پاپایی که انجام میدی، اون تاپا رو که میریزی بعد پاپا رو انجام میدی، بیا بریز توی استرینگ اینورتد، بعد اونو برگردون. تموم. در غیر این صورت یعنی یه حرف الفبایی داریم دیگه، یه حرف الفبایی داریم اونو توی استکمون پوش میکنیم. خیلی راحته. اینو
اجرا بکنیم ایفش رو پاک بکنم، فقط قادره که مثلا اینا رو برعکس بکنه. میبینید که برعکس، ولی دیگه تو در تو رو نمیتونه. باید یه حالتی هم برای تو در تو بگیریم. الان میگم که اگر استرینگ من دوباره، حالا من چند تا مثلا شاید پوش کردم، اینا توی استکم پوش کردم، رسیدم به یک پارانتز باز دیگه ای، میام خیلی راحت برای متن بعدش دوباره تابع اینورس رو فراخوانی میکنم، انگار یه دونه پشت دیگه میسازم. الان اینجا دیتا رو که من پوش کردم توی مای استکم، اینو بازم دیدم، میام برای اینجا به آخر، از اینجا تا آخر دوباره تابع اینورس رو فراخوانی میکنم. و وقتی اینو فراخوانی بکنم، وقتی من رسیدم به این پارانتز بسته، متن اینورس شده رو که توی استک ذخیره شده بود پاک میکنم و برمیگردونم. نوشتم سیکونس دات سابستیار آی، یعنی از آی به بعد، یعنی از پارانتز، از خود پارانتز به بعد بریز، به بعد بیا اینورس رو فراخوانی بکن. بعد متن اینورس شده یا ریورس شده رو، اینورت شده یا ریورس شده رو بیا بریز توی استرینگ ریورسد. بعد به ازای هر استرینگ که ریورس شده تو گرفتی، به ازای هر کاراکترش بیا از اول از سمت چپ به سمت راست اونو پوش بکن توی استک. بعد وقتی که اینو من پوش کردم، من باید آی رو یا همون ایتریتورم رو، خب مقدارش کامل عوض شده دیگه، باید اونو افزایش بدم. به چه مقدار باید افزایش بدم؟ به این مقدار. ببین من که آی بودم، یعنی آی در پارانتزه بوده، یعنی اینجا 0 1 2 3 4 5، آی در 5 بوده. بعد من کل این تا آخر رو پس کردم به اینورسم. بعد این تا اینجا رو برای من پیمایش کرده و این متن رو به صورت برعکس، یا همین متن استراکچر به صورت برعکس برای من برگردونده. و پس من لازمه که ایتریتورم رو از اینجا که بوده ببرم به اینجا و اینجا، یعنی به طول متن ریورس شدن به علاوه پارانتز بسته، که پس بیاد به آر، یعنی به اضافه ایتریتورم رو که روی 5 بوده به علاوه اینا میکنم تا بیاد روی آر و ادامه بده کارشو. پس این یکی شد برای پارانتز بسته و ریورس دات لنگث هم شد برای طول اون متنه که آی آپدیت بشه، دوباره کاری نکنه. اگه من این آپدیت ندم بازم میمونه همینجا، میمونه اینجا، بازم اینا رو پوش میکنه، عملیات تکراری انجام میده، در حالی که اینا از قبل ریورس شده بودن. و اینجا دقیقا همون جاییه که ما به مشکل میخوریم و اینجا کار میکنه برای چنین مثال هایی. ولی برای مثال هایی که مثلا داخل همین متن، اگه مثلا من 2 تا پارانتز باز و بسته داشته باشم کار نمیکنه، چون من به سختی میتونم پیدا کنم که اگر اینجا من یه دونه پارانتز باز دیگه داشته باشم، اینجا 2 تا پارانتز بسته، نمیتونم بفهمم چند تا پارانتز داشتم و چند تا آی رو باید اسکیپ بدم و لازمه که یه الگوریتم دیگه ای پیاده سازی بکنیم که اینو برای ما محاسبه بکنه و به علاوه این لینکس ریورس شده بکنیم. و چون این سخته و نامربوطه دیگه اونو ول میکنیم، ولی این کلا روی چنین مثالهای کار میکنه. در آخر سرم بعد اینکه تموم شد، اینجا میبینید که من به ازای تمام شرایطم توی اینورس من ریترن نمی کنم. اونم به این دلیل هستش که من خودم میدونم آخر این سیکونس من 100% پارانتز بسته هست، یعنی 100% این هستش که من با این بیام ریترن بکنم، اگه نباشه ورودیم غلط اصلا. و چون من اینو میدونستم دیگه به ازای همه شرایط ریترن نذاشتم. به پارانتز بستم که رسیدم، استک رو میام خالی میکنم. الان اینو اجرا بکنیم، مثلا این ورودی رو بهش میدم. الان من این ورودی رو بهش دادم، چه انتظاری ازش دارم؟ این انتظار رو دارم که از چپ به راست، از راست به چپ برام بزن. این دونته خب تغییر میکنه. چرا؟ چون که تعداد پارانتز هایی که در برش میگیرن 3 تاست، 2 تا از اینجا یه دونه از اینجا، پس اینورس میشه و دونت هم برعکس میشه. بعد نو برعکس نمیشه، بعد نو برعکس نمیشه چون زوجه، هلو برعکس میشه، بعد وای برعکس نمیشه، های برعکس میشه. الان من اینتر بزنم میبینم دونت برعکس شده، دونت برعکس شده، نو خودشه، هلو برعکس شده، وای برعکس نشده و این های برعکس شده. و اینم از برنامه و الگوریتم سوال دوم. سوال آخر گفته ایتریتور یک ساختمان داده داینامیک ری با استراتژی فیل فست پیاده سازی شده. اول بگیم استراتژی فیل فست چیه؟ خب ما یه داینامیک ری داریم، مثل هر چیزی باشه، مثل وکتور باشه، لینک لیست باشه، و توش یه ایتریتور داریم که اون ایتریتوره خب داره به یه خونه از اون حافظه اون قسمت اشاره میکنه، آرایمون اشاره میکنه. با استفاده از اون ایتریتور میتونیم به محتوای اون قسمت دسترسی داشته باشیم.
بعد گفته استراتژی فیل فست. خب استراتژی فیل فست چیه؟ استراتژی فیل فست استراتژیه که به ما کمک میکنه وقتی داریم با یه اتریتور توی داینامیک ریمون داریم پیمایش انجام میدیم، زمانی که ما یک مادیفیکیشنی روی این داینامیک ریمون داشته باشیم اون رو به گوش ایتریتورمون برسونیم و آغاز بکنیم که آره یک دونه الان تغییر ایجاد شده، یه دونه عنصر حذف شده یا یه دونه عنصر اضافه شده و اینو به گوش ایتریتور برسونیم، مثلا با استفاده از یه دونه ورژن نامبر یا مثلا یک شمارنده که ایتریتور ما اون توابعش بیان یه تغییراتی رو انجام بدن که ایتریتور همچنان ولید بمونه و ما همینجوری بتونیم پیمایش رو به صورت ولید انجام بدیم. مثلا الان یه دونه عنصر از آخر حذف کردیم یا از اول حذف کردیم دیگه به مشکل بر نخوریم. با استفاده از استراتژی فیل فست میتونیم از این موضوع آگاه بشیم به سرعت که آره الان توی این آرایمون یه تغییراتی رخ داده و تو آگاه باش از این تغییرات. حالا ما میخوایم بگیم که در این حالت گفته چنانچه در ساختمان داده جدید درج شود و یا داده حذف بشه، یک داده از قبل موجود توسط ایتریتور بازگشت داده نشود و یا یک داده دوباره بازگشت داده بشود. این حالت چه زمانی رخ میده؟ الان برای سادگی من اینجوری رسم میکنم. مثلا ایتریتور من توی این خونه است، داره به این خونه اشاره میکنه و اینجا هستیم ما. الان من یک داده رو اضافه میکنم هنگام این ایتریتور اینجا وایستاده، من الان یه داده رو اضافه میکنم. من اینجا یک داده اضافه بکنم، این داده رو اضافه کردم اینجا. خب خونه ها یه دونه شیفت پیدا کردن و این ایتریتوره مثلا اگه اینجا خونه سی حافظه باشه دیگه خونه سی حافظه شده اینجا، یعنی ایتریتور من به اینجا اشاره میکنه. خب اینجا اشاره میکنه به سطح خودکار، ولی باید به اینجا اشاره میکرد، ولی به علت این شیفت به راستی که داشتیم دیگه به این اشاره میکنه و این موجب میشه که الان در ایتریت بعدی وقتی که این سی میخواد بشه 31 دوباره همون داده تکراری رو دو بار بازگشت بده. یعنی اینجا الان مثلا به 50 اشاره میکرد، من داده جدید اضافه کردم از قبل ایتریتور بازم به خونه سی داره اشاره میکنه، مشکلی نیست. ولی چون شیفت خورده این داده 50 که داشته بهش اشاره میکرد رفته به سمت راست و وقتی ایتریتور میشه مثلا 31 دوباره بازم 50 برمیگردونه و این مشکل رو اینجا داریم. و مشکل دیگه هم تو حذف قبل از ایتریتوره. الان میگیم خونه اینجا داره اشاره میکنه، اینجا محتواش مثلا 50، اینم رو خونه 30 محتوای 50 یه دونه داده حذف بکنیم. اینجا که من یه دونه داده حذف بکنم اینا همشون یه دونه شیفت به چپ میخورن دیگه. مثلا اینو من حذف کردم، اینا همشون یه دونه شیفت به چپ میخورن. 50 دیگه اینجا بوده میاد اینجا قرار میگیره مثلا اینجا، ولی بازم 30. این در حقیقت انگار یه دونه رفته جلوتر، اینجا بوده 30 این یه دونه رفته جلو، بازم به خونه 30 اشاره میکنه. این فقط به خونه اشاره میکنه دیگه، به یه آدرس اشاره میکنه. اینجا 50 الان میخواد که 50 که بخونه اینجا، الان اینجا انجام شد، حذف انجام شد. 50 که میخواد بخونه دیگه 50 بازگشت داده نمیشه و یه عنصر انگار اسکیپ کرده، پریده. بعد گفته یا در صورت حذف بیش از حد ایتریتور نامعتبر شده. اونقدر حذف میکنیم که ایتریتورمون خب دیگه ولید بشه. چرا؟ چون اونقدر حذف کردیم طول آرایمون خیلی کم شده و مثلا اونقدر کم شده که ایتریتور خونه سی دیگه شده آخرینمون و بعد 31 که ایتریتور میخواد بره جلو میرسه به این ولید، میرسه به نال و به ارور برمیخوره. بعد گفته میخواهیم در ساختار ساختمان داده عملکردهای توابع اینسرت و ریموو و کلاس ایتریتور تغییراتی اعمال کنیم تا بتوانیم این مشکلات رو مدیریت. چه تغییراتی باید اعمال شود توضیح بدید. خب تغییرات توی اینسرت و دیلیت هستش و یکم هم توی کلاس ایتریتور. اینسرت دو تا حالت داریم ما، یکی هستش که قبلش و قبل ایتریتور اینسرت بکنیم، یکی هستش که بعد ایتریتور اینسرت بکنیم. الان ایتریتور من به این خونه اشاره بکنه، من اگر بعد ایتریتور بیام اینسرتی رو انجام بدم هیچ مشکلی رخ نمیده، فقط باید طول این داینامیک ری اما یه دونه زیاد بکنم ولی هیچ دیگه مشکلی بر نمیخورم چون ایتریتور خونه سی باشه بازم سی بازم به همون محتوا اشاره میکنه و میتونه همینجوری پیمایش رو انجام بده برسه به داده جدید. ولی اگر من افزایشم رو اینجا بازم خونه سی باشه اینجا انجام بدم، این یه خونه ایه که الان اضافه کردم من. خب این سی در حقیقت این داده‌ای که اینجا بود الان رفته اینجا، ولی
باز این برای به خونه سی اشاره میکنه، ولی این داده رفته تو خونه 31. اینجا کاری که من میتونم انجام بدم اینه که وقتی من چنین اینسرتی دارم که قبل ایتریتور دارم انجام میدم، علاوه بر اینکه طول داینامیک ریمو یه دونه زیاد میکنم، باید ایتریترم رو یه دونه خونه ببرم به سمت راست، یعنی سی بوده ببرم ایتریترم رو پوزیشنش رو بذارم توی 31. و این کارهایی هستش که برای اینسرت میتونیم انجام بدیم. برای دیلیت هم این کارا رو میتونیم انجام بدیم. اگر دیلیت ما بعد ایتریتور باشه، اینجا خونه سی باشه، اینجا مثلا خونه سی باشه، این میخوام بعد ایتریتور دیلیت انجام بدم، فقط باید طول داینامیک ریمو یه دونه کم بکنم و دیگه هیچ کاری لازم نیست برای پوزیشن ایتریتور بکنم. سی بازم اشاره میکنه. اینجا من یه داده رو حذف کردم، خب دیگه هیچ تأثیری نداره دیگه و میتونم به صورت ولید ایتریت رو انجام بدم. ولی اگر حذفی که من انجام میدم قبل ایتریتور باشه، این سی قبلش باشه، اینجا باشه، اینو من حذف بکنم، این سی انگار اینو میبینید این نارنجیه میاد یه دونه عقب میره تو خونه 29، این میره توی خونه 29 قرار میگیره، ولی این داره به خونه سی اشاره میکنه، یعنی اون خونه بعدیه، یه داده بعدتره به اون اشاره میکنه. در این حالت علاوه بر اینکه من یه دونه طول رو کم میکنم، خونه پوزیشن ایتریتور رو میبرم یه دونه کم میکنم، یعنی پوزیشن رو میبرم روی 29 قرار میدم. با این روش هم این مشکل حل میشه. فقط یه دونه حالت میمونه، اونم اینه که من ایتریتورم روی خونه سیه و من میام این خونه رو حذف میکنم. این خونه رو حذف بکنم، اینجا بستگی داره به تصمیم برنامه‌نویس که میخواد چیکار بکنه. یا میتونه مثلا اکسپشن پرتاب کنه که بگه که آقا جان دیگه ایتریتورت این ولیده، مثلا یه ایتریتور دیگه ای بساز. یا اینکه خودش میتونه مثلا اینجا که حذف کرده، یا اینکه خودش میتونه موقعیت ایتریتور رو دستی عوض بکنه. اینجا که وقتی حذف بشه، خب این داره سیه به نال اشاره میکنه، این خونه نال هستش، به نال اشاره میکنه. میتونه یه ایتریتور تازه بسازه که به خونه مثلا الان به خونه سی که اشاره بکنه که نال نیستش، این کارو میتونه بکنه. یا هر کار دیگه ای که عشقش کشید، مثلا برنامه رو کلا متوقف کنه اکسپشن بندازه، بگه به نال اشاره کرده. بعد گفته اینجا که تو کلاس ایتریتور باید چه تغییراتی انجام بدیم. تغییراتی که میتونیم انجام بدیم اینه که بیایم یه دونه بولین بذاریم برای ولید بودن و غیر ولید بودن ایتریتورمون، تا مثلا اگه غیر ولید باشه با استفاده از یه بولین بفهمیم این ولیده. و اون چرا این ولیده؟ به خاطر اینکه یه تغییراتی توی داینامیک ارایمون انجام دادیم. یا مثلا یه دونه متد بذاریم که ایتریتورمون بیاد از اول داینامیک اری بیا شروع بکنه. وقتی که مثلا به همین مشکلی که گفتیم برخوردیم، یعنی اونو حذف می‌کنیم، یه ایتریتور تازه خودش بیاد بسازه، از اول داینامیک اری شروع بکنه به ایتریت کردن. یا متدایی رو قرار بدیم که بیاد موقعیت فعلی المنتی که الان ایتریتور بهش داره اشاره میکنه رو برای ما گت بکنه، یا هم که اون موقعیت ایتریتور رو بیاد برای ما ست بکنه، ذخیره بکنه. بعد باید بیایم اون توابعی که نیاز هستش برای اینکریمنت و دیکریمنت موقعیت ایتریتور رو بیایم پیاده سازی بکنیم. مثلا اینسرت کردیم، باید بسته به این که قبلش اینسرت میکنیم یا بعدش اینسرت میکنیم، بیایم ایتریتورمون رو اینکریمنت بکنیم یا اصلا بهش دست نزنیم. یا مثلا وقتی ریموو میکنیم دیکریمنت بکنیم با استفاده از این توابع، یا اصلا بهش دست نزنیم. کلا کارهای مختلفی میشه توش انجام داد و هر ایده‌ای قابل قبوله.